برو ببین وحید این خود احمقست هاشم گلی وحید امروز بد انرژی دارم میخوام مثل سگ ببازیم پاسو بگیر وحید اینو بزن جان مولا بزن اینو گل کن تو بده وحید توف تو روحت وحید اینو یکیو گل کن وحید اینو گل کن وحید این گل چه دیگه سلام رفقای گل خیلی مخلصم بقول ملیکا مکتبا خیلی خوش اومدید به یه پارت دیگه از اون راکت دیگه لعنتی امروز بمب انرژی هم با داشت وحید اومدیم میخوایم بریم رنگ با خارجی بازی کنیم ببینیم میتونیم از پسشون برمیارم یا کتک هم میزنن و فشاری بشیم برو بریم پرقدرت میک به خدا علی ما اومدیم کیا اونا علی پشتیبانی از روز آخر قرار بود مرسی از سرویس دهید علی خان نوکرتم وحید تغذیه کن وسط تغذیه کن اوی چی زدم در تو کاکرو و سوباسا با هم بازی میکنن خیلی قشنگ وحید بهترین پاس دنیاست بهترین پاس کره مریخ این نذاشت پلیرن بریم علی بیا پاس برو پوزیشن تو تغییر کن پوزیشن هم بده وای نمیذاره که آسمون آجی وحید اومدن وحید تو رو خدا سایه نزنیم از اون جنا ما رو تغذیه کن وحید تغذیه کن نون پنیر بفرست اوری کلا گل خودش خیلی این کارن بد این کارن وای خودی چقدر قشنگ دیفنس کردی اسطوره تقوا و خداشناسی باری کرد وحید نمیذاره گلشه گل مفت نخوریم تو رو خدا وحید جونم من چرا از رو صندلیم بلند شدم یه لحظه وحید نخوریم بوری کلا این چیزا که فشاری مختار ولو خیلی وحید رفتم وحید پاسو بگیر وحید اینو بزن جان مولا بزن اینو گل کن تو بده وحید توف تو روحت وحید اینو یکیو گل کن وحید اینو گل کن وحید این گل چه دیگه باید خرد فشار اردکسری بزنیم وحید نبازی بازیشون خیلی خوبه تو جلو یا من رفتم وحید بپا گل مفت نخوریم اومدم داداش خب برو علی هالالویا اوی گن زدم مرسی وحید چقدر قشنگ بود پسر وحید اینجا رو ناکن دور پلیسیو برو بریم اولی آجی نبازیم خدایش از اینه من جلو هم یا توی برو بولیوار 99.102 وحید چی کار کرد؟ علی بیا گلو ما در موقعیت 104 هستیم دنبال مخدوم وحید پاسو ببین به خدا این خیلی پاس خوبیه وحید این یکی هم عالیه این یکی که دیگه بهت میدم دیگه نور علا نوره اینو خود احمقش بهت داد بابا گل نخوریم خودو بینم بابا عمرن نمیذارم گلو ببین حالا بینم بابا من میخواستم بزنم چی کارشون کردی مسابقه رو نگاه علی رالی بازیاشون بعد نیست بچه بازیاشون علی مسابقه گذاشتیم برو بریم من جلو برو علی راکتیک جوریه که اینا میتونن جبران کنن حواست باشه آره نپر چرا اونم میتونه ای وای به پا داداش
بزن گل خودش. خیلی پاس دادم. یه تیکی تاکا وای آجی اگه میرسیدم این گل میشد دیگه. اگه میرسیدی جایزه حرکت بود. گلدن کلوپ رو به تو میدادم. گلدن کلوپ. این گروهی هست که چپ کرده. وای گلو ببین پسر. علی کامیکس امروز برگردید به سیارتون بابا، برگردید به استبداتون، برگرد به باکست. این جدیده یعنی برو تو جدید جدیده این آجی این الان پرفیت میدن آجی 100% الان دست میشن. ببین اصلا کار میکنم هست کنم یه داداش نگاه کن باید میدی وسط داداش میدی وسط کاری کردم میگه سر سفره افطارم نرن اینا باید سایه زن بس برو داداش ماشاءالله کجا بیا حلی بهترین پاسو بدن تو نظر وای عجب پاسی بود ولی چه وای عجب پاس الکی خوبی بود پاسمشو به تو بگیرم اوچی ولی شانسی نگاه چه پاسی شد جدی علی من نگاه کن پاسمشو دارن زار میزنن نگاه کن پاسمشو بگیرم لازم بود فورفیت بدید دیگه داداش اصلی میشید برگرد سیارتون توسکولوف تا اینا فکر کنم تو شرایط تحریم روش کرده این خیالش نیست آجی آره ای وای بایدی ما ایرانی هستیم در شرایط تحریم روش کردیم آره واقعا ما که کارو پوره شدیم مال مثل یه بعید یه بسط به هم میگم مرسی یه بعید به هم میرسه بعید بیا مرسی پاس این پاسو گل نکنی واقعا دیگه دیوانه بریم ایشالله پسر شیشتاییشون کرد شیشتاییشون کردی وجه حالی من کنه ایستو برو علی برو مامیش امشب بعد انرژی داشته باشد برو بینم برو بعدی برو بینم بابا چی به دویت بینم بودت خونه هاتون برید علی آباد رحمیل عدی رحمیل یو چرا جدی هاچی تسلیم نمیشن عجب سگ جونایی هم گفتن دیگه یکیشون تسلیم شد رفت واسه داجی رفت خورماشو بخوری یکیشون رفت داجی آنالیز کنه بازی نه برگرد عجب میگه یکیشون رفته بازی آنالیز بزن یا حسین آجی رکورد داره میزن یکیشون رفته بازی آنالیز یه آپارات معذرت ببین آجی مشکل بازیش رو کجا بوده نزه بود نزن دیگه بابا حالا من میخوام بزنم طرف برای من شده تاپارل باید میخوایم ما فورفیت بدیم بخندیم حال کنن فورفیت بدیم بدیم خدایی آقا ما تصمیم باید گل نخوریم میمون گل رو نمیخوردیم دیگه عجب فینیشری هم باچه میگم بازیاشون بد نبود ولی ما وحشیمه این خدا بشری بد نبود ببین چه فینیشری داره یارو اول بس اینم یادداشت کرد تو آنالیزش الان دیدم دفترش یادداشت کرده اسمش میاد یه گل دیگه بهشون بزنیم حالا که اینطوریه حالا که یه گل بزنن ما یه گل بهشون بزنیم اوه وحشی وحشی شد ای علی آقا فکر کنم وجه آنالیزشون جواب داد هر تو هر 2 ثانیه یه گل میدن میبرن درصد مجید جلالی بهشون کمک کرده نه جدی آنالیزشون جوابشون بابا اون یارو پسر این پسر امیه کی عمه از کیه اون بازیش خوبه امی که درست نیست دختره مونگول امی دختر قشنگ از جانباش معلومه بازیش خوبه هاشی جدی دارم میگم باید اومدم باید بگی کارو بگیر پسر چی کارشون کردی باری کرد برو تو میرم ای توف تو کله کچل علی نگاه کن اینجا نگاه کن میخوام من بزنم برات نگاه کن بیا ای میخواستم اینم گل کنم و پسر اینم اگه گل جا خلاصه این که داداش باشو خدافزی کنیم خدافز بابا لزه بابا یه نفر مثل مونتانا جلومونه یه نفر یه میمونه دیگه بعید جونن یه جوری انرژی دارم میخوام پاره کنیم ماشاءالله آقا بعیده بعید پاسو بگیر این بهترین پاس دنیاست بعید این بهترین پاس دنیا بود در عقب خب واسه تو بده بهترین پاس دنیا وای بابا سرش گل میزنه این پلیر خاطی
حاجی نگاه نگاه اینجوری رفتم بقیل چه حالی داد. تو عبادات حریفای عزیزمون مورد اقرار باید من جلو هم برو بریم این تو جلو بود باید پاسو اول فصل بیا این پاس خوب گولو ببین علی آقا وحید رو دیدی اینو اسپایلر بچه وحید چقدر خوب بودیم پسر بینم سقوط کرد برو پلیر باشه شلوار پلیر رو در بیارم برو بریم من جلو شکرشون داریم میکنیم علی برو ببینم این استادیوم مدمکس علی یه دونشون شول کرد وحید بنده خدا افتاره بذار افتارش هی تو میزنی هی من گل میکنم اینطوری آخ یه دونشون هاچی دیدی این کاره نیست هاچی پیچید به بازی نه داداش اون سیس عقاب گرفته سیس عقابه؟ بزن گل مفته وحید بیرون داداش تسلیم شو برگرد به سنگ آجی بگران ما خور مادر پلیریم فراد خوب نزه برو بید سلام دوستان عزیز اوه وید اوی پسر اگه نه وید گلو ببین وید ای خود احمقش هاشم گلی نه نگاه کن خود گله نگاه کن هاشم گلی رو نکن آجی چرا به خودشون برگردون زد محمد خه نزه بود محمد خه یعنی محمد خه اسمش تو برو بید وید حواس جمع داشت من آریزونا وید بگید پاس بهترین پاس کره مریخه وید کجا این پاس نشد آها وید با باسن منم یه نشد وید گولو نخوریم مفتک نه آقا محمد باید به ما گل بزنه واقعا وید بازشون بدک نیست وید دست کم نگیریمشون دست کم اونشان برو جلو من عقبم ای تو عقب‌تر من بودی تو منگولی دیگه پشت سرتو نگاه نمی‌کنید آی بابا گلای مفت انگار خیلی دوست دارن اینا خب داداش این تا دیروز دیگه های بایی میخوام اشکشون رو در بیاریم داداش چون این داره شانسی گل میزنه میخوام اشکشون رو در بیاریم برو بریم بچه این عدد رو نگاه کنید ببین الان چند میشه برو جلو ببینم چی کاره الان میخوری واجی بسی چی بیاد برو بریم مرسی پسر از اون اول من فکرشو میکردم تو حرفه‌ای هست باید پاسو بگیر چه علی سوتی دار اوه چه علی این چه کاری کردی علی باری کلا باید گله خودش گله بهترین پاس غرب آسیا مناطق پولدار نشین باید بپا گل مفت نخوریم دوباره اینا مفت خورن مفت خور حرفه‌ای ان بلکش کرد برو بریم اوه این چقدر حاجی خوشگله برو علی مرسی برو تو بینم اوه اومده بغلم رد شد چون بردیم آقا دو اینا رو میبریم باید اشکشون رو در میاریم نگاه کن اینجا را کن اومده بغلم رد شد نگاه کن 3 2 جفلک بلانس باید من جلو هم واسه دروازه داداش واسه دروازه علی اینا رو باید به استبلشون هدایت کنیم حیوانای خوبی هست یک علی یکم صافتر میزنی باید پاسو ببین پاسو میرسی به سر برگرد باکست میرسی به سر اولی بود آجی چجوری گرفت یارو آجی استوپاسن کرد برو تو گل جان مولا برو تو گل بابا رفت یا علی کامی اسطوره‌ای آجی فرو نگاه کن چه خر تو خری شد اینجا نگاه کن من یکی ترکون یا مولا لیزه کن باید تو جلوی یا منم شل نکنیم منم رفتم من جلو من نمیبینی باید ترکوندمش نه من ترکیدم ببخشی اشتباه شد بکنم من ترکیدم
بعید الکی مفت اینا مفت خورن ها بعید. بابا این محمده بد مفت خوره آجی. بابا علی چرا نمیزنی؟ من به شوق دیار با تو آمدم. بابا این خاموش. ابو اسحاق زون در حال آمدن است. بابا چی داری؟ نمیتونم ماشالله بعید یه پاس وسط. من پرک گوست برداشتم. بابا دمت اینو چجوری آقا من دیگه دروازه اینو بیرون نمیام. اینو چجوری گل نکردی علی؟ اشکال نداره. گلو بعد یه وسط دیگه بده گنگکاری کردم قبلی رو یکی میخوام جبران کنم. داداش اصافت بزنن تو بیا داداشه. این محمد بعد لاش خورا بپا داداش بپا که بعد ما از اون لاش خورتک بس. اوه گل مفت خوردیم باز. اخ باری کلا برو بینم. مرسی تموم رد شد. بابا این آخه اینا چرا این گروه کیه؟ اینو الان میزنم کاراشو. آقای گروه داداش گروه. بعد من دفاع میکنم تو نیا جلو داداش. این به خدا دیگه خیلی خطری ولی من سعی میکنم بگیرم. برو علی باز بابا. انجمن سایه زنان حرم ایران. انجمن سایه زنان ایران. انجمن سایه زنان حرم مکانه صبح طلوع. بعید ووی اوجی نزدیک بود گنگکاری بشه. امشبی این الان یه پاس وسط میدم. بعید بیا پاس وسط بعید بابا اینو چجوری چرگردی؟ این را در راکت دیگ ما مهمانی. بعید تو رو خدا نشیم سنسه بعید ماشالله پسر بوری کلو بعید میمون ماشالله. عقب نشینی کن برگرد سیاره. 44 ثانیه تحمل. بعید بوری کلو شیزاکی بعیده. علی زهره مارتون سایه زدی. علی چیه؟ وای ماشالله. وای فشار آوردن علی بزن. 20 ثانیه فشارشون بود. مرسی. وای من استرس گرفتم علی برو. گلو بگو. مرسی برو. امشب این را در راکت لیگ ما مهمانی. نکنه ایسو دلو اما گله نظر بخوره زمین 18 ثانیه باشون بازی کن. حالا خوبه گل بشه همین. آها بودو بینم عجب دستی بود. سرمی بیایی دورم مسابقا تو دقاقری بیاره جا. خدا یکی از مپایی که من خیلی دوستش دارم یا آکواریوم خیلی خفنی اصلا عشق میکنیم میزنه جونم. گلو خوردیم اولین گلو. بودو بینم بابا بزرگم دادم بالا وحید جونم. آها خودش دادیم و برو. اون یه دشت بمبئی چوسی که برام میپروری. گلو ببین بودو بینم. این گل نشد بوزو وحید امروز بد انرژی دارم میخوام مثل سگ ببازیم. یه پاس وسط به ما میرسی یا نه؟ یه پاس وسط به ما میرسی. زد ریدت با چید کف دیپال. آج بودو بپا بازی کنن بپا. آی جونم آقا وحید باری کرد. علی برو بزن. آقا وحید اومدم واسش. گلو ببین آجی اوی آقا وحید رپر باشه. وای خورد تو سر این شون. خیلی خرشانسم ولی پلیرم هستم. نزنی خرید. وای اوجی چه برگردونی زدم. چه جوری گل نشدیم. وحید اینو بزن نزنی. اوی نشد که بشه. برو دروازه داداش. ماشاءالله وحید. cover you. بابا قد کوتاه و هزار درد سر. اشکال نه. وحید پا اومدن ها. وحید دوتایی اومدن منم عقبم جا موندم. وحید میمون سایه زن. وحید ماشاءالله به این سیف. وای گل میشد کامپیوتر رو میشکستم. جون مادرت.
باید کاشتم واسه شون. گلو بزنم. بپا بزن. نبودی. نه گرفتم. اوکی. اینا تو رو گیرت آوردن باید. خودو بینم با بازیگر. باید بپا. ماشالله باریکلا پسر. گلو ببین. مرسی گل. وای برو تو دیگه. باید اینو گل. وای حاجی چرا اونوری رفت؟ نبود اونوری بره. خودو بینم بابا مگه میشی؟ حاجی عجب خرشانسین. بیا پایین بابا بین میمون چرا دفاع میکنی واسه اونا؟ کثافت بزنن تو کله کچل من. باید بیا بهترین پاس کره زمین. باید بهترین پاس. داداش می‌خواستم سفینه‌مو سوارشم برگردم به سیارم. برگرد به سیارت. آخ علی بگیر. چیو بگیرم؟ یه کلاف برو. باید نخوریم تو رو خدا. باید واقعا اینا رو باید ما ببریم. جدی اینا به ما نمیخورن. یعنی به ما میخورن بازیاشون خوبه ولی خیلی سفیدن. مرسی پاس. اینم گل واسه شما. بابا اینا دیگه واقعا داخل سشن وایت اکس خوابیدن. باید بپو تو رو خدا. بوری کلا داداش. بوری کلا پسر. کجا میری؟ دوباره اصلا تعریف کردیم سایه زدی. بابا اینا رو داشتم اینا جزء پلنه داداش. باید پاسو بگیر. ببینم چیکاره. باید اینو بگیر. اینو تو رو خدا بزن. اینو بزن تو رو خدا. باید پاس شد. برو ببین. چه غلطو؟ چه غلطا؟ بودو بینم بابا بودو بینم. مرسی علی. بودو بینم. باید تو رو. باید ماشاءالله داداش خیلی توپ این سری دفع کردی. بزن. بودو بینم. بابا تو چی؟ من چرا به اسم یه لحظه بگم باید به اسم من ثبت کلاجی ولی اینجا رو نگاه کن. باید منو نگاه کن چه سایه ای زدم. اینجا رو نگاه کن. اینجا رو منو باید اینا رو میبریم و من جلو هم. برو دروازه داداش. برا خدا ورزشگاه بیرونیه. آجی خوردیم بابا این یارو چرا اون ماشالله چه غلط. پس پاسو بگیر. واو وای از این وابستگی. ماشالله آقا بعید. یه کاری شد. اشکال نداره. آقا آهی دارم خوشگله فرار کرده زده. بابا یه لحظه بعید واسه آهوه. خب برو بریم میزنیم یه دونه دیگه به باری کلا. آقا بعید ایشیزاکی. برو عقب بعید دارمه. کاکرو یوگا اینو نگاه. ای بابا علی چیو نگاه کنم مانگول. اینو نگاه. ماشاءالله وحید خداییش خوب دفاع کردی. این سری. اینم گل تقدیم با عشق. مرسی گل. شد دیگه تو هم میمون هلندی چپ زیرته. علی پاس. گلو تو پاس نزن لاش خور. داداش ممکن بود برسه نباید ریسک. بازیاشون خوب بود ولی والله چی اصلا گل نمیره. اگه تو این 5 ثانیه هر 2 ثانیه یه گل بزنن مساوی میشیم. برو بریم. باشه. الله خدا. اگه به سیارتون. اگه به استبلت گوزو. خب رفاقی گل امیدوارم که لذت برده باشید. بعد امروز اعصاب ندار بودیم. جیگرتون رو برم دمتون گرم مثل همیشه. مهر و محبتتون لایکاشو بتره کنید و اینکه تو کامنت ها میگید پورتابادی بسازار به شدت به اون انرژی میده. اگر چالش خاصی هم تو راکت لیگ داریم بچه‌ها حتما به اون بگید. مثلا مثل اینکه آقا مثلا 3 دقیقه بازی نکنید 2 دقیقه آخر رو بازی کنید. یا از این داستانا حتما با داش وحید پیاده میکنیم. چنل داش وحید هم زیر همین ویدیو هست. به سر بزنید. تا ویدیو بعد همتون رو به خدا بزرگ میسپارم. خیلی مخلصم.